در ناحیه عبدالرحمن جامی عکس تحت عنوان لباس ملی آثار تمدن جهان دایر گردید که در آن تربیت گیرندگان مؤسسه‌های تا مکتبی، خوانندگان، بانوان و مادران با ببر نمودن لباس‌های ملی شرکت نمودند. هدف اساسی برگزاری این عکس پیش از همه ترغیب نمودن فرهنگ لباسپوشی تاجیکانه می باشد. در کوچه مرکزی ناحیه زنان با لباسهای ملی راهپیمایی دایر نمودند که خیلی جذاب و دیدنی می باشد. زیرا لباس می تواند ملت را معرفی نماید. در حقیقت هر یک خلق ملت را توسط تاریخ و تمدن، رسم و آیین می شناسند. لباس همچون رکن فرهنگ ملی به حساب رفته، زنان و بانوان وظیفه دارند که فرهنگ لباسپوشی را به نسل امروز آموزانند و نگذاریم که لباس ملی ما از بین رود. خلق تاجیک را با تاریخ و تمدن، فرهنگ بای و غنی می شناسند و احترام می نمایند. زنان و بانوان ما در ترغیب هنرهای ملی، فرهنگ لباسپوشی مسئولیت شناس هستند. هر یک نفری که به دلخواه کشور سفر می نماید، فرهنگ، آداب و زیبایی آن جایها را از چهره زنان و بانوان به مشاهده می گیرند. خوشبختانه بانوی تاجیک میراثبرداری خوبی گذشتگان سایه فرهنگ خیش می باشند. بلند برداشتن مقام و منزلت لباسی ملی از ما زنان و بانوان سخت وابستگی دارد. نماینده مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه عبدالرحمن جامی یادآور گردید که سرچشمه‌های تاریخی ثابت می‌نمایند که تاجیکان همچون ملت صاحب فرهنگ، شهردار، ایجادکار در آفرینش میراث بزرگ تمدن بشریت سهمی باسزا گذاشتند. خلق تاجیک همچون کاشف و اختراعکار ابریشم، متاع ابریشمی از جمله اطلس عالم شمول در جهان شهرتیار گشته است. در گذشته متاعهای اطلس و ادرس قیمت بلند داشتند و امروز این متاعها دیگر باره مورد توجه و همچون لباس ملی زنان و بانوان اعتراف گردیده است. اطلس، شاهی، چکن، ادرس، بقصب، علاچه خریداران خود را داشتند. خوشبختانه با رعایت نمودن فرهنگ لباسپوشی امروز توجه به متاعهای مذکور زیاد گردیده ایستاده است. نماینده مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت تاکید داشتند که تاریخ گواه است که زن مادر تاجیک در همه دور و زمان پاسدار آیین و عنعنه‌های مقدس ملت محسوب گشتند. یکی از نشانه‌های اساسی فرهنگ و تمدن لباس ملی به حساب می رود. برگزاری فستیوال تحت عنوان لباس ملی آثار تمدن جهان در شهر و ناحیه‌های ولایت در سمت رعایت نمودن فرهنگ لباسپوشی تاجیکانه زمینه واقعی می‌گذارد. این همه تنتنه و ترغیب فرهنگ لباسپوشی بازگو از حیات شایسته شهروندان است. ما بانوان وظیفه داریم که فرزندانمان را در روحیه احترام ارزش‌های ملی به کمال رسانیده به آنها فرهنگ لباسپوشی تاجیکانه را آموزانیم.